امروز من میخوایم 6 راهکار اساسی ثابت شده که به خاطر تداوی و مدیریتش مرض شکر به شکل طولانی مدت و به شکل کوتاه مدت حاکم هست در تمام دنیا بر شما در مورد معلومات ارائه کنم. دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. هموطنان عزیز و گرامی، من سلام. من دکتر قیس نیکزاد هستم، متخصص امراض داخله. جا داره سپاسگزاری کنم از حمایت تک تک شما عزیزان. جایتان بالای دیده های ما. امیدوار هستم به این حمایتتان ادامه بدین. سلامای مرا چه در افغانستان هستین و چه در خارج از کشورهای در خارج از افغانستان در کشورهای دیگه هستین، سلامای مرا پذیرا باشین. امیدوار هستم تمامتان از گزند روزگار در امان باشین و همتون تایید و تازه باشین. عزیزای دل، اکثر اوقات پیام میفرستین، در معاینه خانه من سوال میکنین که دکتر صاحب در فلانی جای گفتن که شکر دائمی از بین میره، یا ای که به طور مثال امی شکر مرض ما امکانش هست که از بین بره، ما به چه شکل شکر ما تداوی کنم، شکرم چه رقم مدیریت شه، آیا راهکار تداوی ما در ایجا یا در کشورهای دیگه فرق داره نداره؟ پس امروز من میخوایم 6 راهکار اساسی ثابت شده که به خاطر تداوی و مدیریتش مرض شکر به شکل طولانی مدت و به شکل کوتاه مدت حاکم هست در تمام دنیا بر شما در مورد معلومات ارائه کنم. به خاطر افزودن به دانش صحی و طبی هم نوانتان، شریک سازی از این ویدیو فراموشتان نشد. وقتی من شکر پیدا کردم، چه شکر نوع اول بود، چه شکر نوع دوم بود، چه شکر جریان بارداری یا جستشنال دیابت یا شکر دوران حاملگی بود، چه سایر انواع مشخص شکر مثل لادا، مثل مودی، مثل شکری که در سایر آفات هورمونی به وجود میاد، مثل شکری که در سایر دواها به وجود میاد، مثل شکری که در سایر تشوشات ژنتیکی در خود رسپتور آخذهای انسولین به وجود میاد، مثل شکری که در سایر تشوشات ژنتیکی در خود فانکشنینگ یا وظیفه انسولین به وجود میاد. به اساس هر علتی که خلاص ما شکر پیدا کردیم، در هر سر دنیا تداوی از این به صورت عموم یک راهکار و یک الگوریتم مشابه داره، ولی نظر به امکانات هر کشور فرق میکنه. خب در افغانستان ما که هستیم، تمام تداوی در افغانستان تنها نیم، افهمی خواهیم در کل دنیا این راهکارها خب باید پیاده شود، ولی بعض از حالات را که من بیان میکنم بعضش در کشور ما امکانات تطبیقش فعلا وجود نداره. خب ما وقتی که شکر پیدا کردم، اگر من میخوایم که شکرم درست منیجمنت شود، درست مدیریت شود، در مرحله ابتدایی من مجبور هستم و من مکلف هستم که دایت یا رژیم غذایی خود مراعات کنم. مریض شکری که خود بازی میته، برنجا را خورده میره، کچالو را خورده میره، آرد سفید خورده میره، آشک منتو بولونی را خورده میره، کوکو پیپسی و نوشابه گازدار را خورده میره، انرژی را بالا کرده میره، جنسینگ گفته انرژی را خورده میره، در پولی ازو به طور مثال خرما را میخوره، عسل میخوره، ببینی که مثلا کشمش کپا زده میره، ای از مرض خود روز خوبی نمیبینه. اگر قارمش از ما خفه میشه یا خوش میشه و دیگه کار دل خودش است بیان میکنه. رژیم غذایی و داشتن یک رژیم غذایی و دایت مناسب مین پوینت و نقطه اساسی را به خاطر منیجمنت و مدیریت درست مرض شکر بازی میکنه و نقطه بسیار اساسی و کلیدی هست. یک، رژیم باید مراعات شد. ای که چه قسم رژیم غذایی را مراعات کنین، فقط آیستایی که در اینترنت کلتان دارین، در یوتیوب نشته کنین پرهیز مریضای شکر، ویدیو در خدمتتان قرار داره. یک. دوم، تمام مریضای دیابت به هر نوع دیابت که مصاب هستند، دیابت تایپ 1 هست، دیابت ملایتس تایپ 2 هست، اکسرسایز شرط است برشان، سپورت منظم، فعالیت فیزیکی منظم، ایروبیک باید باشه، هوای آزاد تنفس کنن، مدیتیشن کنن، در جریان به طور مثال فعالیت فیزیکی تب خود خوش نگاه کنن، چرت نزنن، اتونه که در ماشین میده همونجا به طور مثال غمای دنیا را زده بره. ورزش که میکنیم فقط ذهن تو حق و لاک، فقط من میخوایم تایید کار کنم، چه یک لذت داره. من خود سخت خودم شخصا لذت سپورت چشیده میشه که بیاد توصیه میکنم برات. در روزا ما میبینم که بسیارم تو لط خو برده هستی. تو وقتی که میری در سپورت ضرور نیست که حتما بری در کلاب،
دنمی اتاقم تو سپورت کرده میتونی، اونجا برنده است برای سپورت که سومانه در گرد بلاکت هم تو دوش کرده میتونی، در یک میدانی هم تو سپورت کرده میتونی. به اساس هر نوعی که ما سپورت کنیم و سپورت ما یوروبیک باشه و ما به طور مثال تنفس کنیم و ما مثلا عمیق نفس بگیریم و ما مدیتیشن کنیم و ما تب خود خوش نگاه کنیم، بدون شک در دماغ ما سرتونین بالا میره، اندورفین بالا میره، در نورادرنالین بالا میره و اینا همه به ما نشاط میبخشه، به ما تمرکز میبخشه، به ما انرژی میبخشه، حافظه ما را خوب میکنه و تب ما را خوش نگاه میکنه و مزاج تایپ در روز میداشته باشیم. و در پهلوی از او سنسیتیویتی و حساسیت در مقابل انسولین زیاد میسازه، وزن ما را کم میکنه، استرس کم میشه. استرس وقتی کم شد انفلاماتوری کاندیشن یا حالت التهابی در بدن ما کم میشه. وقتی که کم شد خطر مساعدت ما به حملات قلبی، سکته‌های مغزی، مشکلات جنسی، در پهلوی از او ضعف حافظه تنقیص پیدا میکنه. حالا یک چیزی که مفت رایگان قدر فایده را داره، هر کس که نمیکنه و ساده است. بکنه، ورزش کنید. من خودم زنجیرم که از بسته کنم، صبحانه باید ورزش کنم. در غیر از روز مریض معاینه من نمیتونم. متوجه هستین؟ سپورت کنید. موضوع دکتر صاحبای نیستین که مثلا بگیم سیگرت نزنیم باز خودم چوف کش کنیم. اول سر خود تطبیق میکنم. سپورت از شد ضرورت. سوم و تا بعض روزا اگان پروگرامایی که میبینم که تمی سپورت ما تکر میخوره هی را رد میکنم. میبینید یک جای دور یک دعوت است، میفهم صبح من نمیتونم در جیم رسیدم، ولی اگان مشکلات است میگیم نمیشه، آمده نمیشه. مشکلات امنیتی خود افغانستان یک کلان بانه است، وضعیت امنیتی است، در حالی که از خاطر سپورت ما به طور مثال این جواب دعوت هموطن ما رد کردیم. خب یعنی منظور می است شوخی اگه بگذاریم سپورت کنین، خلاص چی اگه شکر دارین چی ندارین. دو سوم، پیش مریضا در پهلوی رژیم غذایی منظم را مراعات کنند، فعالیت فیزیکی منظم باید داشته باشند. سومین راهکار عبارت از است که برای مریض باید دوا داده شود نظر به درجه شکرش، که گلایکیتد HbA1c یا هموگلوبینش چنده، ببخشید گلایکیتد هموگلوبینش یا HbA1c چنده است، به کدام درجه هست، نظر به او شروع میشه که بر مریض به طور مثال DPP4 اینهیبیتور داده شود، بر مریض خاندان بیگوانایت داده شود، بر مریض به طور مثال تایزولزینداین داده شود، بر مریض GLT2 اینهیبیتور داده شود، بر مریض به طور مثال اکاربوز و ویگلبوز داده شود، بر مریض به طور مثال انسولین شروع شود. نظر به الگوریتم پیش میریم، دوا بر مریض داده شود، چی دوا به شکل خوراکی باشه، چی به شکل زرقی باشه. طریق تطبیق انسولین که یاد ندارین نشته کنین، طریق تطبیق انسولین ویدیو براتون میه. خب این راهکارها در کل دنیاست. اگر در افغانستان است، در امریکا است، اگر در پاکستان است، اگر در چین است، در کل دنیا. دوا، فعالیت فیزیکی، در پالی از او به طور مثال داشتن رژیم غذایی منظم. در پهلویش ما باید در مورد مرض کاملا معلومات داشته باشیم و روان خود تا که میتونیم خوش و آرام و سالم نگاه کنیم. یک مدیریت ساده. این حالا بعضی از افراد از به این اتکا نمیکنن، یا حالتشان اجازه نمیده که اتکا کنن، یا اینکه توقعاتشان بلند هست. مثلا مریض دیابت تایپ 1 هست، از تطبیق انسولین خسته شده، نمیخواه. اصلا بعضی مریضایی که دیابت دارن میفهمین نیاز میشه دیابت تایپ 1 یا شکر نوع اوله که به نام انسولین دیپندنت دیابتس ملیتوسی را میگن، نیاز است که اینا 4 زرق انسولین در روز بگیره. 3 دانه شارت اکتینگ، 1 دانه لانگ اکتینگ، به خاطر از اینکه بسل گلایسیمیا و پست پرندل گلایسیمیا را کنترل کنه، یعنی قند خون در جریان که آدم غذا نمیگیره و بعد از اینکه غذا میخوری انسولین باید برش تطبیق شود. در افغانستان قدر جنجال ها هست که مریض هم انسولین 2 وقت واسه گرفتن نمیتونه، چه رسه به اینکه تو بگی هر 4 وقت شکر تا چک و هر 4 وقت باز برای شکر انسولین تا بزن و محاسبه کو که چقدر کدام غذا قند خون تا بالا میبره و برای از او به طور مثال تو باز انسولین بگیر. ایژوکیشن مردم بسیار پایانه. ما کو بگیریش ما اینا سفید شد به اساس از اینکه آگاهی را بلند بر آگاهی ما، چون که آگاهی بلند میره نمیره، توکل به خدا. خب اینا رو گفتم بعضی از افراد است که حالتشان ایجاب میکنه که توقعشان بالاست، بله بر از اینا هم تداوی وجود داره. مثلا چه قسم؟ کسایی که شکر نوع دوم دارن و مقاومت در مقابل انسولین پیش از اینا از باعث چاقی ایجاد شده، پیش از اینا متابولیک سورجری ها توصیه میشه، یا باریاتریک سرجری توصیه میشه، یا جراحی توصیه میشه. این جراحی به 2 مکانیزم کار میکنه. یکی که جذب کم میکنه از تاثیر کار کردن بالای روده کوچک، یکی که رستریکت میکنه، سایز معده را خرد میسازه. در کل به نام باریاتریک سرجری میگن که یکی که معده به طور مثال سایزش خرد میشه، یکی که حلقه سیلیکون بر معده تطبیق میشه، یکی که به طور مثال معده استبلر میشه. در کل نمیره به نام متابولیک سرجری یا باریاتریک سرجری میگن. به اساس مکانیزم‌های ناشناخته شده یک دفعه وزن مریض کم میشه و ببینی که دیابت یا شکرش یا ای که از بین میره
یا یکی کنترلش آسان میشه. سابق اگه به خاطر کنترل شکر خود معنی 4 دوای شکر میگیره ولی یکی را میگیره، ولی پول میخواه. یا گپ آسان نیست. جراحی بریاتریک سرجری و میتابولیک سرجری هزینه داره. یک کاکای بیچاره جوالیه که بیچاره و فقیر است و یک 300 افغانی در جیبش هست اومده کنه و فیس دکتر هم شد دوایش هم شد تو رو بگی میتابولیک سرجری بکو، شاید هم قدر شبه که مثلا دکتر را توهین کنه. ما در این ملک نظر به وضعیت مردم خود صحبت میکنیم. کسایی که در خارج هست یگان دفعه یگان کامنت های بیمارد میتن، اونا فکر میکنن که هم مگی به طور مثال به مو استانداردهای اروپا و امریکا زندگی میکنی که مردم بسیار وضعش خراب است، ولی چیزی که بیان میکنن از استانداردهای اروپا و امریکا یا فرق نداره. تطبیقش در جامعه ما مشکله. خب این میتابولیک سرجری شد. راهکار دیگه که وجود داره، بعضی از افرادی که دیابت تایپ 1 دارن، یعنی شکر نوع اولی که وابسته به انسولین است، گردهش فلج کرده خدا. شکیب اومد گردهش خدا فلج کرده، باید بر از این پیوند گرده شود. خب اینا رو تو ما فکر میکنیم اگه بر از این پیوند گرده شود، خب باید این دوای ایمونوساپرسان بگیره، یعنی دوای بگیره که سیستم معافیتی زیر سرکوب کرده بره نشناسه که چی از خود است چی بیگانه است. مثلا ازیتیوپرین، مایکوفیلین لیتومفیتول، کلسینیورین اینهیبیتورا، مثلا سایکلوفاسفامید، این دواها بر مریضات توصیه میشه تا ای که نشناسه که اینمی عضو از دیگه کس است. خب پیوند صورت گرفته. خیلی که کار میکنیم خود دوای سپرس کننده معافیتی رو خب باید میتیم، باید اینا له کار شبه که مریض رو بگیریم اگه بتونیم از شر انسولین خلاص کنیم. در اینمی صورت است که بر مریضا concomitantly یعنی به شکل مترافق هم پیوند گرده صورت میگیره، هم پیوند پانکراس که به نام پانکریاس ترانسپلانتیشن میگن. پیوند پانکراس از یک فرد دونر به این شخص. پانکراس دیگه کسی به تطبیق میکنه، پانکریاتیک ترانسپلانتیشن میگه. کیها خوب مساعد هستن؟ کسی که وزنش از 80 کیلو کم باشه، سنش از 55 سال کم باشه، فاکتورهای خطر امراض قلبی پیشش خیلی بلند نباشه، مزاد استدبابی ترانسپلانتیشن پیش کسایی است که چندین اختلالات شکر پیششان ایجاد شده، شکر چشمش زده، گردهش زده، قلبش زده و چند جای دیگه‌اش خراب کرده، آفات قلبی پیشش تحسس کرده، سنش بیشتر از 100 کیلوگرم و سنش بیشتر از 55 سال باشه، برای از پیوند توصیه نمیشه، برشان مزاد استدباب از حق نداریم که ما ترانسپلانت کنیم، چرا انظارش خوبش نیست. خب امی پیوند پانکراس و امی پیوند گرده همزمان که پیش مریض صورت گرفت، این امکان داره که سروایول یا حیاتت مریض در 83% واقعات 1 سال، در 69% واقعات 5 سال افزایش بده. این ترانسپلانتیشن شد. یک. دوم، بعض اوقات ایسلت سل ترانسپلانتیشن یا ایلت سل ترانسپلانتیشن بر مریضات تطبیق میشه. شما میفهمین که پانکراس در عقب معده وقتی که موقعیت داره یک کتله یا یک خورات هست که نمیره به نام ایلت سلز میگن. در بین ایلت سلز چندین نواحی است، حجره الفا، حجره بیتا، حجره بتا مثال گاما، حجره دلتا که معمول ترین و مهمترین از حجره بیتا است که از نمی حجره بیتا نوع ایلت سلا انسولین آزاد میشه. اینا پیش مریضا پیوند اینمی حجرات ایلت صورت میگیره. پیوند حجرات ایلت پیش مریضا صورت میگیره. پیوند حجرات ایلت به چه شکل؟ به دو شکل صورت میگیره. من بسیار درد شدید بطن دارم، درد بسیار مزمن بطن دارم، تثبیت میشه که علت درد مزمن بطن ما کرونیک پانکراتایتس است، التهاب مزمن پانکراس است. پانکراس ما به شکل مزمن التهابی شده و این ایجاب میکنه که پیش ما پانکریاتیکتومی صورت بگیره، یعنی پانکراس ما را بکشن. خب پانکراس کشیده شد، آیتستل هم کشیده، آیتستل کشیده شد، حجره بیتا نیست. حجره بیتا که نبود انسولین نیست. انسولین که نبود در بدن خو انسولین به طور مثال حجره بیتا که نبود از هوا خو نمیشه که بومر. حجره بیتا باید باشه که انسولین باشه. پانکراس کشیدی که مدار دستش کشیدی خلاص شد، گپ رفت پشترایش. اینا پیش از این مریضا با دو شکل پیوند حجرات ایلت در جگر صورت میگیره. پانکراس خو کشیدی، موقعیت اصلی حجرات بیتا اصلا خود پانکراس بود، پانکراس کشیدی خلاص شد. پیوند اون حجرات پانکراس کشیده شده را اگه پس از عضو خود مریضه با خودش تطبیق کردی، پانکراس مرا کشیدی رفتی بردی در لابراتوار، اون مجرات ایلت از زیر به طور مثال بیتایش جدا کردی، میتودای به طور مثال اساسی که باید صورت میگیره صورت گرفت، پس ایره بر من انفیوز میکنه. ایره به نام آتو گرافت میگن، از خودم پس به خودم.
از خودم پس به خودم. و چون از خودم پس به خودم تطبیق شده، این ایمیون سپرشن ضرورت نداره. یعنی نیاز نیست که ما بر مریض ادویه سپرس کننده و سرکوب کننده مافیتی بدیم تا که نشناسه. چی را بشناسه؟ خب از خودم. حالا مثلا سایکو در اینجا من را یک کس نه میشناسه که ادیتور ماست. ضرور نیست که تو را تلاشی کنی، از خود از دیگه. ولی اگر آدم بیگانه در آید، طبیعی که واکنش نشان میدی و باید مثلا که از یک عکس العمل نشان بدی و ما مانع تو شوم که تو بیادر خرابی نکنی. اینی ما که مانع تو میشم، ما در حقیقت ایمینو سپرسانت عمل کردم که نماندم که تو پوز و پکل از او یکی کنی. فکرت است؟ به می خاطر کسایی که از خودشان پس به خودشان تطبیق میشه، اینا کدام ادویه سپرس کننده مافیتی ضرورت ندارن. ولی اگر از پانقراس یک فرد دونر حجرات ایسلت و بیتا را تطبیق میکنی، سرکوب کننده مافیتی ضرورت داره. و حجرات و ادویه سرکوب کننده مافیتی بدون شک عوارض داره. خطر انتانات زیاد میکنه، خطر فلج گرده را زیاد میکنه. به می خاطر ریسک بنفیت نظر گرفته میشه. این تداوی که تا امروز است. در کتاب اریسن ادیشن 20 و کتاب RCSDI که در بخش دیابت کار میکنه و بیان میشه و 5 سال بعد و هر کدامش یک سال بعد اپدیت میشه، بعضی تداوی‌ها را تحت عنوان emerging therapies میگن. یعنی تداوی‌هایی که تا به حال ایتو به صورت مطلق توصیه نشده ولی کار کرده رایستن، سر از کار کرده رایستن، کار میکنن. حالا تثبیت شده که مریضایی که شکر نوع اول داره، مریضایی که دیابت تایپ 1 داره، کنترلش مشکل است، انسولین باید اینا بگیرن و انسولین بدون شک بر از اینا بسیار مشکل است و کیفیت زندگیشون خراب میکنه. علم ایتو عقیده داره که حجرات بیتایی که توسط سیستم مافیتی سرکوب میشه، یعنی خود عسکر عضویت بالای جان عضویت شده، این سرکوب کرده میره. اینمی حجرات بیتایی که سرکوب شده قابلیت ریجنریشن یا ترمیم دوباره را داره، ولی پروسه تخریب زیادتر است نسبت به پروسه ترمیم. تخریب ایجا، ترمیم ایجا. این سریع روان است و این سرکوب کرده میره. پس حال کار کرده رایستن که امی پروسه را به این شکل بسازن، یعنی ترمیم سریع، تخریب کمتر. چه قسمی را میتونیم این کار را تامین کنیم؟ که این پروسه آتیمیون مهار کنیم، خاموش کنیم و اگر بتونیم از بین ببریم. این تداوی است که سرش کار کرده رایستن. یک. دوم، کار بالای استیم سل است. حجرات ریشه‌ای، حجراتی که قابلیت دیفرنشیت شدن و تفریق پذیری به تمام انواع حجرات دیگر داره. حال امروز دنیا در سر ریجنریشن تراپیا کار میکنه، یعنی تداویایی که خصوصیت ترمیم دوباره اعضا را تامین کرده بتونه. ترمیم دوباره در ریجنریشن تراپی کل کار بالای استیم سل است. ما دو نوع استیم سل داریم، یکی امبریونیک استیم سل داریم، یکی ادلت استیم سل داریم. کوشش میشه که حجرات استیم سل یک فرد کاهل خصوصیت‌های امبریونیک برش داده شود. خصوصیت امبریونیک چرا برای زیاد داده میشه؟ چرا نوع امبریونیک استیم سل یا حجرات ریشه‌ای که هسته، این خاصیت دیفرنشیت شدن با انواع مختلف حجرات داره. سر از این کار کرده میرن، ولی هنوز تا به حالتون نتیجه قناعت بخشه که گلوبلایز کنن رو و در تمام دنیای تطبیق شود. تا به حال قدر نتیجهش قابل لمس نیست. استیم سل کار صورت میگیره تا که اونمو حجرات بیتای پانقراس که خود تخریب کرده ریجنریت کنه، پس نو شوه، ترمیم شوه، جور شوه. حجره بیتا که جور شد، انسولین خوبش شد. انسولین که خوبش شد، اما تشوشات متابولیک که در متابولیسم قند، شحم و پروتئین که فیول یا مواد سوخت اساسی متابولیسم بدن را تشکیل میده ایجاد شده، اصلاح میشه. اینم امروز تا بینمی حاله تمام دنیا را که بگردی این تداوی دیابت نمیاست. به ما اندازه که ما یاد داریم و در مؤاخذه طبی اومده. این که 1 سال بعد چی میشه، 2 سال بعد چی میشه، 3 سال بعد چی میشه، این چیزیست که باز امو وقت ما شما را در جریان بگذارم. پس شکر هر کسی که داره، اونم راهکارهایی که پرهیز است، سپورت است، فعالیت فیزیکی، گرفتن دوا، این فعلا در کل دنیا قابل تطبیقه. بعض شیوه های مشخصی که هست، او نظر به حالت مریض، نظر به وضعیت کلینیکی مریض، امراض مترافقی که داره و اقتصادی که داره برای مریض تطبیق میشه. این ویدیو یک ویدیو معلوماتی بود. اگر به معلومات صحیح تان افزود، شریکش بسازید. تا در بعد بدرود.